تونستم. خب اینجا یه دونه باترومه توی کاندو توی دانتان تورنتو، تازه رنوویتش کردم. فقط اینجا باید یه دونه شاور گلاس بخوره. ما معمولا شاور گلاسی که استفاده میکنیم کاستومه، منتها مشتری ما اینجا یه مدل در کشویی میخواست که از هر دو طرف باز بشه. معمولا اون کشوهایی که ما درست میکنیم از یک طرف باز میشه. فقط ما یه مدلی خودمون پیدا کردیم که آماده است، شما فقط باید بیاین نصبش بکنید. ولی خب این مثلا لگو یا مثلا مثل آیکیا باید خودت اینا رو سرهم بکنی و من اولین باره که دارم این کارو میکنم، ولی فکر نمیکنم مشکلی باشه. یکم که فنی باشی و به قولن هندی من باشی میتونی هندلش بکنیم. بریم ببینیم که چیکار میکنی. چون که این سنگمون سیاهه و مدادمون هم سیاهه و ممکنه چشم نبینه، برای همین من از این چسب سبزا استفاده کردم. اندازه گرفتم اگر که بخوام این وسطا در بیاد باید حدوداً 1 و 3/4 اینور. اینم میزنم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لیزرم وقتی میذارم یه خط صاف در بیاد. طبق دستورالعمل خود سازنده و کتابچش میریم جلو. اینو لاین اپ میکنم. امروز جمعه است. شنبه و یک شنبه روزهای تعطیلی‌های رسمی نمیتونیم سر صدا بکنیم. برای همین امروز چیز خاصی نیست. همین امروز باید این کارامون رو انجام بدیم. من با گرایندر که تو ایران بهش میگم مینی فرز سوراخ میکنم. این خیلی راحت‌تر، سریع‌تر و احتمال اینکه تایل بشکنم خیلی کمتره. یه نکته‌ای هم بهتون بگم، اینا نیاز به آب نداره خیسش بکنی خوبه ها، ولی توش میبینی یه وکسی داره، وکس خنک کننده است. این خنک نگهش میداره. اول باید به 45 درجه بذاری، بعد که جاشو پیدا کرد کامل صافش کن. کتاب گفته قبل از اینکه این رول پلاک ها رو بذارید توی این سوراخو با سیلیکون پر کنید که مثلا حالا واترپروفینگش حفظ بشه، که من آنستلی نمیدونم چه ربطی داره. این پشتش یه چسب 2 طرفه داره که قبل از اینکه پیچش بکنی باید اینو بزنی. برای همین من قبلش دیوار رو تمیز میکنم که این چسب قشنگ بچسبه. یهویی میپیچونتش، از تراز خارجش میکنه. برای همین من این 2-3 تا چیز آخر رو سعی میکنم با پیچ‌گوشتی دستی برم که تحت کنترلم باشه. یک بارم با تراز دستی چکش میکنیم. این در این حد 1/32 و 1/16 و اینا تأثیر نمیذاره، ولی من دوست ندارم کار ناقص انجام بدم. اونوریش هم میزنم. الان باید این فاصله رو اندازه بگیرم و این میله نگهدارنده بالاشو کات کنم. بچه‌ها برای من صابخونه کافی گرفته، ولی توصیه من به شما اینه که اگر سنتون از 30 سال گذشته برای انجام کارهایی که دقت نیاز داره کافی نخورید. خب بچه من همیشه یه قانونی دارم، میگم 40 بار اندازه بگیر، 1 بار کات کن. چون الان من اگه اینو اشتباه کات کنم دیگه هیچ کاری از دستم برنمیاد. برام 1 بار دیگه اندازه میگیرم. 1 بار دیگه. خب 2 تا چیزی که نیاز دارین این اره هاست که بهش میگن هکسا و تیغه آهنبر باید روش بذارین، با اینا که بهش میگن مایتر باکس برای بریدن قطعات فلزیه. خب نتونستم یه نفر بندازمش بالا، اصلا جا نمیشه، گیر میکنه به این توالته.
برای اینکه من اینو بندازم روی این میله اینجا یه ابتکار به خرج دادم. اینجا رو باز کردم، اینو آلردی انداختمش توی میله، گفتم بعد یه جا با هم دیگه بذارمشون این تو، ببینیم چی جوری میشه. تمام انرژی منو خواهد گرفت. ولی موفق شدم. ولی کلا من فن اینا نیستم، جنسشون به درد نمیخوره. تونستم. باید ایناشو بزنیم. اول این مگنت استاپرشو بزنم. تیرم کو. الان سوالی که پیش میاد، یکی بخواد بره تو اینجوری در باز میکنه و میره تو، بخواد بیاد بیرون یه هندل خیلی کوچیک داره اینجا. مرحله آخر گفته سیلیکون بزنید، سیلیکون کلیر. من سیلیکون سیاه دارم، به نظرم این بهتره. ولی نکته که هست گفته فقط بیرونشو بزنید. نمیدونم چرا همچین چیزی گفته، ولی خب ما به خاطر اینکه شرایط گارانتی رو نقض نکنیم بیرونشو فقط میزنیم، چون که نوشته بود هم مهم، یعنی اینکه آپشنال نیست، نوشته بود مهمه که فقط بیرونشو سیلیکون بزنیم. ما هم میزنیم ببینیم چی میشه. این سیلیکون مشکی خیلی خوشگله.